سلام دوستای خوبم، شنونده های عزیز کانال کافه داستان. خوشحالم که با یک سرگذشت واقعی دیگه همراه من هستید. ممنون میشم در ابتدا یا در طول شنیدن این سرگذشت فراموش نکنید که این ویدیو رو لایک کنید و کانال رو سابسکرایب کنید. از روزی که ازدواج کردم شوهرم بهم شک داشت که مبادا خطایی ازم سر بزنه. البته توی دوران دوستیمونم این اخلاقشو نشون داد، ولی اون زمان خیلی ازش خوشم میومد. فکر میکردم معنی این یعنی بهم توجه داره و دوستم داره، یعنی آدمی بی‌تفاوتی نیست و برام اهمیت قائله. ولی بعد ازدواج تازه فهمیدم این اخلاقش نه از سر دوست داشتن و محبت که قطع به یقین به خاطر بیماریه. سهیل رفتارایی از خودش نشون میداد که حرص منو در می آورد. حرف زدن با تلفن، صحبت کردن با دوستام یا حتی سلام علیک کردن با مردای فامیلمون توی مهمونی باعث میشد عصبی بشه و به هم بریزه. نمیدونستم چیکار باید بکنم که رفتارشو درست کنم. سال دوم ازدواجمون تصمیم گرفتیم که بچه دار بشیم. با باردار شدن من و به دنیا اومدن بچه‌مون امید اینو داشتم که رفتار بهتری داشته باشه. آخه تا قبل از اون وقتی میگفتم برای بچه دار شدن زوده، میگفت تو میخوای بری دنبال خوشگذرونیات و بچه دار شدن جلوتو میگیره. منم که میخواستم خیالش راحت کنم قبول کردم که بچه دار بشیم. اما متاسفانه اصلاً تأثیر روی اخلاقش نداشت و همون آدم خشک مغز و شکاک بود. با وجود پسرمون سعی میکردم رفتارم جوری نباشه که آزارش بده. کم کم رابطه‌مو با تمام دوستام قطع کردم. حتی پوششم، رفتارم توی مهمونی‌ها فرق کرد. میخواستم با این کارم بهش ثابت کنم که لازم نیست نگران باشه. تا یه مدتی هم اخلاقش بهتر شد، ولی چند وقت بعدش که مجبور شد به خاطر مأموریت از طرف شرکتشون بره مسافرت، گیر دادنش عوض شد. هر ماه 3-4 روز میرفت شهرستان. تو همون سفرهای اولش اصرار کرد که برم خونه مامانش تا تنها نباشم. اول قبول نمی کردم، ولی بعدش فهمیدم اصرارش نه به خاطر تنها موندن من و پسرمون که بازم به خاطر شکاک بودن خودشه. واسه همین حرفش رو قبول کردم و از اون به بعد هر وقت مسافرت میرفت و مأموریت بود منم میرفتم خونه مامانش. بعد از 2-3 ماه بود که یه شب که توی اتاق خوابیده بودم و تشنمم شده بود بلند شدم تا برم توی آشپزخونه آب بخورم. آروم جوری که کسی متوجه نشه در اتاق باز کردم و رفتم توی حال. همه جا تاریک بود و صدایی نمی اومد. اما قبل از اینکه برم توی آشپزخونه نگاهم به اتاق خواهر شوهرم افتاد که معلوم بود بیداره. نور گوشیش افتاده بود روی دیوار و یه لحظه من کنجکاو شدم که ببینم داره چی کار میکنه. یواش سرمو بردم جلو و داخل اتاق نگاه کردم و متاسفانه صحنه بدی رو دیدم که باورم نمیشد. اون موقع شب آتنا رو تو اون وضعیت ببینم. قبل از اینکه کسی متوجه بشه آروم و بی سر صدا برگشتم توی اتاقم و سعی کردم هر چی دیده بودم و فراموش کنم. آتنا 20 سالش بود و دانشجو بود. با اینکه شغلی نداشت همیشه لباسای شیک میپوشید و هر سال یه گوشه جدید میخرید. با دیدن چیزایی که اون شب دیدم متوجه شدم که اون پول از کجا میاد. اولش خواستم نصیحتش کنم که دست از این کاراش برداره، ولی بعدش فکری به سرم زد. من توی ماهای بعدش هم به خاطر مأموریت‌های شوهرم دوباره رفتم خونه مادر شوهرم و چند بار دیگه هم شاهد اون صحنه‌ها بودم. یه بار زد به سرم که یواشکی ازش فیلم بگیرم و نگه دارم. خیلی با خودم کلنجار رفتم تا راضی شدم که یه شب تا دیر وقت بیدار بمونم و با موبایلم از آتنا فیلم بگیرم. اون فیلم تا مدت‌ها توی گوشی مونده بود. چند باری خواستم پاکش کنم که دوباره نظرم عوض شد، تا اینکه بعد یه مدت بازم با سهیل به مشکل خوردم. با اینکه هر حرفی میزد و گوش میدادم اما بهم سخت میگرفت و یه بار که دعوامون شد بهم تهمت زد که وقتی که نیستم تو پسرمون رو به بهانه‌های مختلف میذاری پیش مامانم و میری دنبال کثافتکاری. من فقط 2 بار این کارو کرده بودم. یه بار چون نوبت دکتر داشتم و یه بارم به خاطر سر زدن به دوستم، چون خیلی وقتی بود که ندیده بودمشون و دلم واسهشون تنگ شده بود. حرفش بد جوری منو سوزوند و تصمیم گرفتم ازش انتقام بگیرم. چند ماه بعدش بود که فهمیدم آتنا قراره ازدواج کنه. یعنی یه بار که خونشون بودم خودش بهم گفت. ازم خواست فعلا به کسی نگم. پسر کیس خوبی بود و خودش هم خیلی مطمئن بود که حتما ازدواجشون سر میگیره.
خیلی با هم خوب شده بودیم و در مورد هر موضوعی اول با من مشورت میکرد. منم سعی میکردم تا جایی که میتونستم راهنماییش کنم. یه بار که اومده بود خونمون و رفته بود حموم، من شیطنت کردم و رفتم سر گوشیش. توی پوشه هایت شده کلی عکس و فیلم از خودش بود که توی وضعیت‌های جالبی نبود. منم همه رو سند کردم برای خودم و بعد از اینکه سیوشون کردم همه رو از توی چتمون پاک کردم. چند وقت بعدش خواستگاری انجام شد. همه چی داشت خوب پیش میرفت و آتنا خیلی راضی بود. تازه یه ماهی میشد که نامزد کرده بودن و همدیگرم خیلی دوست داشتن. با دیدن رابطه آتنا با شوهرش بهشون حسودی میشد، مخصوصا با دیدن لباس پوشیدن و ظاهری که آتنا داشت. با سهیل دعوام شد و بهش غر زدم که چطور سر لباس پوشیدنم اذیتم میکردی و حالا خواهرت اینجوری میکرده. اون شب دوباره بحثمون شد و سهیل وقتی عصبانی شد منو کتک زد. دستش انقدر سنگین بود که تا چند روز گوشم سوت میکشید و لبمم به خاطر ضربه‌ای که به صورتم زد پاره شده بود. 2 ماه مونده بود به مراسم عقدشون که یه شب توی اینستا هرچی عکس و فیلم از آتنا داشتم با یه اکانت فیک فرستادم واسه پسره. 1 ساعت بعدش بود که سین کرد. منم اکانتمو دیلیت کردم. از اون شب به بعد بود که دیگه آتنا روی خوش ندید. روز به روز عصبی‌تر و گوشه‌گیرتر میشد. منم که خودمو زده بودم به بیخبری. هرچی ازش میپرسیدم چی شده حرفی نمیزد تا اینکه نامزدیش به هم خورد. پسر ولش کرد و رفت. دختره بدبخت ریخت به هم. توی دوست آشنا همه میگفتن حتما چیزی از آتنا دیدی که ولش کرده. هر وقت میدیدمش دلداریش میدادم که ناراحت نباشه. فقط از این خوشحال بودم که تونستم انتقام سختگیری سهیل رو ازش بگیرم. همیشه میگفتم چند ماه که بگذره آتنا هم حالش خوب میشه و همه چی رو فراموش میکنه. دوباره عاشق میشه و با یکی دیگه ازدواج میکنه. اما بعد از 1 سال حالش بدتر و بدتر شد. چند دفعه خواست سر خودش بلا بیاره. 1-2 بارم توی بیمارستان بستری شد و هر کاری که میکردن کمکش کنن تأثیری نداشت. الان 2 سال از اون ماجرا میگذره. به خاطر حرف مردم و آشناها 2 بار خونشون رو عوض کردن، ولی هر وقت دوباره خواستگار میاد به جلسه دوم نمیرسه و کنسل میکنن. آتنا دیگه به مامانش اجازه نمیده خواستگار به خونه را بده. اما تو این 2 سال زندگی من راحت تر شده. سهیل آرومتر و سربزیرتر شده چون فکر میکنه که این اتفاق به خاطر ظلمیه که به من کرده. واسه همین خیلی بیشتر هوامو داره و زندگی بهتری داره. ولی راستش خودم همیشه عذاب وجدان دارم و از این اتفاقی که واسه این دختر افتاد ناراحتم و خودمو سرزنش میکنم که چرا از روی عصبانیت اون کارو کردم و زندگیشو به هم ریختم. الان دیگه واقعا دلم براش میسوزه. دلم میخواد خوشبخت بشه، ولی از اینم میترسم که اگر روزی کسی متوجه بشه که مقصر اصلی اون حادثه من بودم، مطمئناً دیگه تو این خانواده جایی ندارم و باید به جدایی فکر کنم.